این خانه پر از ساز و نوا است. بیا پر از غزل صدق صفا است. بیا یاران عزیز گردی هم آمدند. این خانه پر از نور و ضیا است. بیا چشمی همه طلعت است از دعوت دوست. این خانه پر از کیف و صفا است. بیا خواه بی سرا، خواه بی رقص، خواه بی نوش، هر کار که میکنی روا است. بیا در این محفل این شام گوارا هر کاری ما و شما عزیزان روا بوده است. آمده نوری دیده تاج سر کدام های یک و یک شما. حتما که ما و شما را دعوت کرده و گفتن ای دوست بیا که تویم آباد شود، فرزند تو هم خدا که داماد شود، خدا همه فرزندان داماد شود، هر یک گلدختر ملت من عروس شود و در خاندان هر یک فرد تاجیک توی بالای توی باشد. ما اهل هنر خدمتگزار شما باشیم. عزیزان این دم این لحظه به تبریک یک عروسک نازنین و داماد ارجمند، یک تن از بانوی هنرور تاجیک، فرزندی همین سرزمین، از کلابشهر باستانی، هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان، شهرستون طلایی صنعت تاجیک، بانو ثریا قاسم و قدم رنجه نموده که میخوایم قرض بزنیم به افتخارش. خواهش میکنم. و همین لحظه ها از بانو ثریا قاسم و خواهش میکنیم که بیایم به محفل ما رنگ ریب دیگر ببخشند و ما و شما را ببرند به دنیای مهر و محبت، عشق و صداقت. ما و شما چند لحظه سیر این دنیا میکنیم، زیرا که هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. عزیزان بلبل از نکت گل لحظه فارغ مباش، یک دو روز بشنود در چمن انجام گل. آمدیم به طرف چمن تا صدای بلبلان را بشنویم، زیرا که بلبل را پرسیدند چرا سرودهای اینقدر کوتاه است. بلبل در جواب گفت سروده های زیاد میدانم، از بس که عمر غنیمت است میخواهم همه آنها را خوانده باشم. کدام بانوی هنر ثریا قاسم و نوری دیده تاج سر. عزیزان میرقصیم، میبازیم، شادی میکنیم، چرخ میزنیم، زیرا رسالتمان این شام همین بوده است. توی در این خانه مبارک شود، شادی تویانه مبارک شود. مرحبا. توی در این خاندان مبارک باشد. هر یک پدر و مادر همیشه آرزو دارد فرزندان خود را خوشبخت کند. بگذار که دو نوجوان خوشبخت شود. همیشه نامبردار اولاد نامبردار پدر و مادر شود. از تقدیمات اوریو پروداکشن.
дар сомонаи ютуб ба канали Орио Про обуна шавед ва аз видеои нав бохабар бошед.